بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت 98 الله متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن، فاذا پس هنگامی که قرائت میکردی القرآن، قرآن عظیم شان را، فاستعذ پس پناه بجوی بالله به الله متعال من الشیطان الرجیم از شر شیطان رانده شده. در عصر جاهلیت مشکلی بود که مردم با وجود از اینکه ادعا میکردن، عصر جاهلیت ما شما میفهمیم که در عصر جاهلیت کدام مردم ها بودن؟ مردم یهود بودن که مردم نصارا بودن. یهود میگفتن ما پیروای موسی علیه السلام بودن، لکن اندیشهشان جاهلی بود. چرا؟ کتاب پیغمبر خدا تحریف کرده بودن و سنت پیغمبر خدا فراموش کرده بودن. کتاب الله را تحریف کرده بودن و سنت پیغمبر خدا فراموش کرده بودن. نصرانی ها میگفتن ما هم پیروان عیسی علیه السلام هستیم. اینا هم در جمله جاهل ها بودن، به خاطر از اینکه اینا هم کتاب انجیل که بالای عیسی علیه السلام نازل شده بود او را فراموش کرده بودن و سنت و روش عیسی علیه السلام هم در توحید و در عبادت فراموش کرده بودن. مردمای قریش که بودن اونا چی میکردن؟ اونا میگفتن که ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم، از اسماعیل علیه السلام هستیم. اینا هم صحف ابراهیم فراموش کرده بودن و هیچ اصلا در بینشان وجود نداشت و سنت های ابراهیم و اسماعیل علیه السلام هم فراموش کرده بودن. به این شکل در فارس روم هم، در فارس هم مردم چی داشتن؟ ثنویت داشتن، یعنی دو خدایی که به نام چی میگفتن؟ ایزد و اهریمن میگفتن، او را پرستش میکردن. رومانی ها هم بعضشان بت پرست بودن و بعضشان میگفتن که ما سه خدا را قبول داریم. به این شکل، به این خاطر چون اعتقادات اصلی و صحیح اینا اعلا کرده بودن، فراموش کرده بودن دیگه، یا چی مشکل داشتن؟ مشکل از این مردمی بود که یا پناه می بردن به آنچه که در کتابهایشان نبود. یک تعداد مردم به مجسمه عیسی مسیح پناه می بردن، یک تعداد مردم به جنها پناه می بردن، یک تعداد مردم به بتها و مجسمه ها پناه می بردن، یک تعداد دیگه که خدا اهل کتاب میگرفتن، یهود و نصارا میگرفتن، اینا به قبرهای پیغمبرها وقتی که مشکل سرشان پیدا میشد به قبرها پناه میبردن. بعضی کسا بودن به بعضی از نباتات و درختها پناه میبردن. از این خاطر بعضی دیگرها مثلا به مهره پناه میبردن. وقتی مشکل برش پیدا میشد مهره ها را در گردن خود منداختن، میگفتیم مهره مرا و طفل مرا از بلا نگاه میکنن. بعضی ها صدف هم منداختن، میگفتن این صدف ها ما را نگاه میکنن. بعضی درخت ها چوبش میگفتن در گردن خود منداختن. بعضی ها به تومارها پناه میبردن. هر چیز در گردن خود، در شانه خود بسته میکردن، در کمر خود بسته میکردن، به این چیزا پناه میبردن. تمام از یا رسول الله صلی الله علیه و گفت که من علق تمیمه فقط اشرک. کسی که این چیزها را اویزان کرد در گردن خود، در دست خود، این تومارها را و این سنگ و این چوب و این مهره را، این چیزها را اویزان کرد، این میگه یقینا که در شرک مبتلا شده. از این خاطر الله متعال میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم فاذا قرأت القرآن، وقتی که تو قرآن میخواندی، قرائت میکردی، فاستعذ پس خودت که پیغمبر هستی پناه بجوی. به کی؟ به الله. این پناه هایی که به جن میبرن، به ملائکه پناه میبرن، به سنگ پناه میبرن، به مهره پناه میبرن، به تمیمه و تومارها و گپا پناه میبرن، یا کل شرک است. من علق تمیمه فقط اشرک. این برشان بگو رسول الله هم گفت شرک است و ما که پیغمبر الله هستم فقط به الله پناه میبرم. در دیگه آیات هم هست که قل اعوذ برب الفلق، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و ما که پیغمبر هستم پناه میبرم به الله که او رب ما هست. قل اعوذ برب الناس، بگو ما که پیغمبر هستم به رب مردم پناه میبرم، نه به این چیزهایی که شما به او پناه میبرین. فاذا قرأت پس هنگامی که قرائت کردی القرآن، قرآن عظیم شان را، فاستعذ پس پناه بجو بالله به الله من الشیطان الرجیم از شر شیطان رانده شده. چرا این شیطان حتی در وقت قرائت قرآن، در وقت ترجمه قرآن هم سر تو میایه و حمله میکنه و میخواه که تو را منصرف بسازه از درس دین، از درس عقیده، از درس اسلام، از کل ازیات را چی کنه؟ منصرف بسازه. انه آل الله متعال یک قاعده اعتقادی دیگر بیان میکنه که امی شیطان که از بسیار مردم ها از پیش ازی میترسن، از شیطان های انسانی و از شیطان های جنی بسیار مردم میترسن. الله متعال میگه انه لیس له سلطانان، برای اینمی شیطان جنی باشه یا انسانی باشه،
این شیطان انسی و جنی هیچ سلطنت و قدرت نداره علی الذین آمنوا، بالای کسایی که ایمان آوردن. اگر ایمانت صحیح باشه، عقیدت صحیح باشه، بعضی کسا میگه والا مرا جن آزار داد، مرا جن زد، مرا اذیت میکنه، در خانه ما جن هست و مشکلات بر ما پیدا کرده. او جن که مسلمان و مؤمن و موحد و یکتا پرست است، مثل که در سوره جن آمده، وقتی که اونا قرآن خودشان میشنوند، در درس قرآن میشینن و با آیات قرآن گوش میگیرن، امی قسم که خطاب قرآنی برای انسان هاست، امی قسم برای جن هاست. اما او جن های شیطانی که مردم آزار میتن و او مثل انسان های که کافر هستن، شیطان هستن، جن هایی که کافر هستن، منافق هستن، مشرک هستن، مرتد هستن، اینا هم شیطان هستن. اینا امی شیطان ها سر شما سلطنت داره. الله میگه انه لیس له سلطان، یقین داشته باش که اینمی جن بالای شما کدام سلطنتی، شیطان های جنی و شیطان های انسی بالای شما سلطنت نداره. بالای کی نداره؟ علی الذین آمنوا، کسانی که ایمان حقیقی دارن، عقیده درست دارن. وقتی که عقیده درست داشتی، باز شیطان انسانی سر تو هیچ سلطنت نمی داشته باشه. و علی ربهم یتوکلون، در صورتی که عقیده درست داشته باشی، ایمان درست باشه، یقین درست باشه که نفرسانده و ضررسانده کس نمیتونه مگر به قدرت الله و به تصرف الله. و علی ربهم یتوکلون، و بالای رب خود توکل میکنه. اگر تو یقینا عبادت قلبی که توکل است ایره تو در قلبت داشته باشی، باز اونا هیچ نوع سلطنت و قدرت بالای تو نمی داشته باشه. خی سلطنتش بالای کی هست؟ بالای کی کامیاب میشه؟ میگه انما سلطانه علی الذین یتولونه، میگه سلطنت ازی، قدرت ازی و حکومت شیطان بالای کی هست؟ سر کی زور داره؟ در خانه کی داخل میشه؟ کی را غلام خود میسازه؟ کی را پریزن میسازه؟ پس حالا سوال میشه، یک کس از شما سوال میکنه، پس بعضی کسا هست که شیطان سر از اونا پادشاهی میکنه، اونا را غلام خود میسازه، اونا را پریزن خود میسازه، اونا را وظیفه میته که بخیزین برای مردم تعویض بتین، تعویضهای شرکی بتین، باز خود از انسان ها میخیزن، باز مردم تعویضهای شرکی را میتن که دو شرکیات نوشته میکنن، جدولای ابجدی را نوشته میکنن، دو تعویضهای خود مثلا سپند میپرتن، دو تعویضهای خود مثلا مردم به شکر نامهای شیطان ها را نوشته میکنن. الله متعال میگه انما سلطانه، قدرت و سلطنت امی جنهای شیطانی بالای کی هست؟ علی الذین یتولونه، کسانی که با امی جنهای شیطانی، با شیطانها دوستی میکنن. اگر که مثلا شیطانهای انسانی که کافر امریکایی و که از یاد دوستی کردی، سر تو سلطنت میکنه. اگر که شیطان جنی دوستی کردی، او سر تو سلطنت میکنه و قدرتش بالای تو میباشه. انما الله متعال میگه، سعی کنید در آیت اولی گفت انه لیس له سلطان، بر از شیطان ها سلطنت نیست، علی الذین آمنوا، بالای کسانی که دو صفت داشته باشن. صفت اولش چی است؟ ایمان قوی داشتی، عقیده درست داشته باشی. و علی ربهم یتوکلون، و به الله توکل میکنن. اگر به جن توکل کردی، اگر به مورد توکل کردی، اگر به قبر توکل کردی، اگر به بت توکل کردی، اگر به مثلا مورد توکل کردی، این باز اینجا تو توکلت وقتی که او طرف رفت، تو خودت کافر بیدین شدی، با سری مشرک، باز او بسیار زور است. انما سلطانه، یقینا میگه سلطنت ازی علی الذین، بر کسان است یتولونه که اینا امی جنها را دوست خود قرار میتن، با امرای زوا دوستی میکنن. والذین هم به مشرکون، و کسانی که به الله شرک میارن. پس حتما وقتی که شیطان ها سر تو غلبه کرد، همین دو مشکل داری. چرا شیطان انسانی سر شما غلبه پیدا میکنه؟ چرا شیطان جنی سر شما غلبه میکنه؟ حتما همین دو مشکل دارین. مشکل اولتان دوستی با شیطان ها میکنین، مشکل دومتان در عقیده تان شرک وجود داره. یا شرک در ذات میکنین، بعضی کسا در ذات شرک نمیکنن، در صفات الله شرک میکنن. صفت علم غیبه به یک پرنده میته. بعضی کسا شرک میکنن مثلا در علم غیب الله، علم غیب الله را مثلا میتن برای یک مخلوق. پس بعضی ها مثلا شرک در عبادت دارن، بعضی ها شرک در اطاعت از شریعت دارن. اینا انواع شرک است. پس اینجا همین قانون اعتقادی رو برای ما و شما میته که شیطان ها سر کدام مردم حاکمیت میکنن، چی شیطان انسانی باشه چی شیطان جنی باشه، سر کسای حاکمیت میکنن که اول که شیطان دوستی میکنن، دوم در عقیده شرک است و هم مشرکون مشرک هستن. اگر عقیده تان پاک باشه، نه او سر تو حاکمیت کردن میتونه، نه او. و اذا بدلنا آیتا مکان آیه،
الله متعال میگه وقتی که ما تبدیل میکنیم یک آیت در جای آیت دیگه قرار میتیم، والله اعلم بما ینزل، الله بسیار عالم است به آنچه که نازل میکنه. الله متعال احکام تدریجی نازل میکرد. یک آیت نازل میکنه، مثلا در باره شراب 4 آیت الله متعال نازل کرد تدریجا. اول گفت شما این قسم میکنیم، باز گفت نزدیک نشین، باز گفت او منافع هست و ضرر هم هست، آخرش 4می. این حال وقتی که یک آیت و آیت قبلی را نسخ میکنه، به اساس عمود دستور شریعت اسلامی است که الله متعال هم تو سیستم تدرج برای بنده های خود گرفته بود. الله متعال میگه و اذا بدلنا آیتا، وقتی که ما تبدیل میکنیم یک آیت را، او را نسخ میکنیم، مکان آیت به جای آیت دیگه که او آیت مثلا او را ناسخ قرار دادیم، این منسوخ شده. والله اعلم بما ینزل، الله بسیار عالم است به آنچه که نازل میکنه. قالو گفتن باز مردمای کافر و بیدین میگه انما انت مفتر، ای رسول الله صلی الله علیه و تو افترا میکنی. بل اکثرهم لا یعلمون، الله میگه پیغمبر افترا نمیکنه، پیغمبر دروغ نمیگه، پیغمبر معصوم است، به عصمت پیغمبرها باید ایمان داشته باشین. اکثریت این مردم خودشان علم و دانش ندارن. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نزله، ایره نازل کرده بالای ما، آورده ایره از آسمان، از لوح محفوظ جبریل امین علیه السلام آمده، روح القدس جبریل علیه السلام من ربک، که او هم از جانب رب تو پروردگار تو، بالحق بحق. چرا؟ لیثبت الذین آمنوا، این قرآن برازی هست تا که انسان هایی که مؤمن هستن اونا را خوب ثابت قدم بسازه، لیثبت، تا محکم بسازه، ثابت قدم بسازه، الذین، کسانی را که آمنو ایمان آوردن، و هدن و هدایت است، و بشرا و بشارت است، مجده است، للمسلمین، برای مسلمان ها. ولقد نعلم، الله متعال میگه یقینا ما میدانیم، انهم یقولون، که همین مردمای مشرک میگن، انما یعلمه بشر، میگه این برش بشر درس داده، بری پیغمبر خو بشر درس داده. کی برش درس داده؟ در کدام مکتب خوانده؟ در کدام پانتون خوانده؟ پیش کی رفته؟ الله متعال میگه لسان الذی یلحدون به، این زبانی که اونها به او الحاد میگن، اگر شما میگید رفته از علمای یهود گرفتن یا از علمای نصارا گرفتن، بعضی ها میگن نه، میگن از فلانی راهب رفت یاد گرفت، در سفر که میرفت 12 سالگی 5 دقیقه که یک نفر گپ زد، میگه 5 دقیقه کل قرآن برش درس داد. میگه الله متعال میگه لسان الذی یلحدون به، او زبانی که و اهل کتاب به او الحاد میکنن، کفر میگن، و این عرب هایی که کفر میگفتن، این سخن های الحادی از اینا زبان های عجمی بود، عبرانی بود، سریانی بود و مچن فلان زبان های مختلف بود. اما این قرآن که هست، و هذا لسان عربی مبین، این قرآن با زبان عربی آشکار نوشته شده است که نه یهود سی خودش فهمیده میدونن، نه نصرانی ها خودشان این زبان یاد ندارن، خودشان دی مشکل دارن، او خودش نمیفهمه، چطور میتونه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بخیزه یک کتاب معجزه برشان بتن. ان الذين، یقینا کسانی که لا یؤمنون بآیات الله، با آیات الله ایمان ندارن، لا یهدیهم الله، میگه الله متعال اینا را هدایت نمیکنه، ولهم عذاب علیم، بر از اینا عذاب چی است؟ دردناک است. الله کی را هدایت میکنه؟ کسی که ایمان داشته باشه، کسی که اخلاص داشته باشه، کسی که بخواه به حق برسه. اما یک کس خودش نمیخواه که به حق برسه، الله متعال او را هدایت نمیکنه و بر از او عذاب دردناک آماده کرده. اینما یقین داشته باشین شما، یفتر الکذب، که افترا میکنه یا میسازن، الکذب دروغ را کی میسازه؟ کی جور میکنه؟ الذین، کسان جور میکنن که لا یؤمنون بآیات الله، که به آیات الله اونا ایمان ندارن، و اولئک هم الکاذبون، اینا خودشان چی هستن؟ کاذب و دروغگوی هستن. الله متعال میگه که کفر اجباری کفر نیست. مثلا اگر یک نفر در یک حالت قرار میگیره که یک کسی تفنگچه را بالی سرش میمونه، مثل که عمار ابن یاسر شمشیر در گردنش ماندن و گفتن که میکشیمت اگر تو مثلا کلمات کفر نگویی، الله متعال میگه که ایمان به قلب تعلق داره، و اگر به اساس مجبوریت یک کسی کلمه کفر هم میگه، ایره الله متعال مؤاخذه نمیکنه. من کفر بالله، کسی که کافر شوه به الله من بعد ایمانه، بعد از ایمانش، ای باز مشکل زیاد داره. الا مگر من اکره، کسی که اکراه شوه، اجبار شوه، سرش ظلم شوه و برش بگویه که تو باید کلمات کفر بگویی، و قلبه مطمئن بالایمان، در حالی که قلب از انسان چی باشه؟ مطمئن به ایمان باشه.
اینال ای انسان کافر گفته نمیشه. ای باز چون قلبش مطمئن به ایمان است لکن به اساس ظلم و جبر که بالای شده بعضی از من کفر بالله، هر کسی که کافر شد به الله من بعد ایمانه پس از ایمانش، الا مگر من کسی که اکره مجبور کرده شود و قلبه مطمئن بالایمان، در حالی که قلبش مطمئن به ایمان باشه این مؤاخذه نمیشه. ولکن کی خیلی مؤاخذه میشه؟ وقتی یک کسی سخنان کفری را میگه و کافر میشه، میگه ولکن من شرح بالکفر صدرا، لکن کسی که صدر سینه خدا بگشاید، شرح بگشاید، یعنی من هر کسی که شرح بگشاید بالکفر، با کفر چی را؟ صدرا سینه خود را، فعليهم غضب من الله، با سر از اینا غضب الله است، ولهم عذاب عظیم، و بر از اینا عذاب دردناک است. چرا؟ ذالک بخاطر که بانهم به ای که ایشان استحبوا، اینا چی کردن؟ دوست داشتن، برتریت دادن چی را؟ الحیات الدنیا، زندگی دنیا را، علی الاخرت، بر آخرت. و ان الله، و یقین داشته باشین که الله لا یهدی القوم الکافرین، هدایت نمیکنه قوم کافران را. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، امی مردم الذین کسانی هستند که طبع الله مهر نهاده هست الله علی قلوبهم بر قلبهایشان، و سمعهم و بر گوشهایشان، و ابصارهم و بر چشمهایشان، و اولئک و همی گروه مردم هم الغافلون، آنانند غافلان. لا جرم، هیچ شک نیست، انهم فی الاخرت هم الخاسرون، که امی مردم ها در آخرت زیانکارا هستند. الله متعال میگه که پاداش مهاجرین چی هست؟ مهاجرینی که هجرت کردن. ثم سپس ان یقینا که ربک، رب تو، خالق تو، للذین، برای کسانی که هاجر و هجرت کردن، من بعد ما فتنوا، بعد از اینکه اونا در مصیبت ها، فتنه اینجا به معنای سختی ها و مشکلات و دردهایی که سرشان از طرف کفار آمد، باز اینا هجرت کردن، مجبور شدن که مهاجر شوند. ثم جاهدوا، باز جهاد کردن، و صبروا، و صبر کردن. ان ربک، یقین داشته باش که رب تو من بعدها، بعد از آن، لغفور رحیم، بسیار بخشاینده و مهربان است. یعنی بر از این مهاجرین الله متعال اجر بسیار زیاد میده، گناهایشان رو میبخشه، و الله متعال بسیار مهربان است. یوم تأتی کل نفس، روز قیامت روز است که تأتی کل نفس، که میآید هر نفس، تجادلو، که مجادله میکنه، بحث میکنه، گفتگو میکنه، دفاع میکنه، عن نفسها، از نفس خود. یعنی در روز قیامت برای هر کسی فرصت داده میشه که بخیزه از خود دفاع بکنه، در صورتی که دلیل داشته باشه، دفتر اعمالش هست، چیزایش هست. و توفا کل نفس ما عملت، این الله متعال منتهای عدالت خدا میگه. الله میگه من ذات عادل هستم. در روز قیامت برای هر نفس، این روز قیامت روزی که قضاوت الله متعال میکنه، الله متعال میگه من بسیار عادل هستم. برای سختترین مجرمین چی میتم؟ فرصت میتم که دفاع کنه از خود. یوم، روز قیامت روز است که تأتی کل نفس، که میایه هر شخص، هر کسی که نوبتش میرسه به محاکمه، در این صورت برای فرصت داده میشه، باز امی شخص چی میکنه؟ تجادل عن نفسها، دفاع میکنه از نفس خود. اینی عمل ما کردیم، اینی رو نکردیم، این چطور است؟ لکن شاهدا بالای سرش است. بزرگترین شاهد بالای انسان خالق متعال است. دیگه شاهد اعضای بدن خود انسان است. دیگه شاهد ملائکه که در راست و چپش است. دیگه شاهد امی زمینی که این اعمال انجام میده. پس کل از اینا شاهد هستن. حتی شیطان هم در روز قیامت سر بسیاری کسا شهادت میده، میگه نمی نفر پیروی مرکت بد کردی. بعض اوقات امو کسایی را که مردم رهبر سیاسی و رهبر فکری خود میگیره، او هم سر شهادت میده و برش میگه که دروغ میگه صاحب، امیر من فقط یک وسوسه کردم، من یک نظر دادم، تو بد کردی که از پشت ما آمدی. بالاخره مجموعه از شاهدا اونجا هستن و هر کس الله میگه من عادلانه برش فرصت میتم، بفرمایید اینی دفتر اعمالت، اینی شاهدا، اینی کل اسناد، آل دفاع کو از پیش خودت. یوم تأتی کل نفس، روز قیامت روز هر نفس میآید تجادلو، که این مجادله میکنه، گفتگو میکنه، دفاع میکنه عن نفسها، از نفس خود. و توفا کل نفس ما عملت، و توفا یعنی با وفا به صورت کامل پرداخته میشه
کل نفس، برای هر شخصی ما عملت آنچه را که انجام داده است. به اندازه مثقال ذره هم اعمال تو محاسبه میشه، به اندازه مثقال ذره خیر و شر محاسبه میشه، که هیچ کس تصور نکنه که به اندازه یک مثقال ذره بالای ما ظلم شده. و هم لا یظلمون. الله متعال میگه در عدالت من هیچ کسی بالای هیچ کسی ظلم صورت نمیگیره. بر هر کس پاداشش و جزایش مطابق عملکرد خودش است، مطابق عقیده خودش است. و ضرب الله مثلا، الله متعال مثال بیان میکنه، میگه و ضرب الله مثلا، و مثال بیان کرد الله متعال قریتا، یک قریه را که کانت آمنتا مطمئنه. این قریه چی بود؟ میگه در امن بود، مطمئن بود. یأتیها رزقها، که میامد برازی رزق روزیش رغدا بسیار فراخ، من کل مکان، از هر جهت، از بالا آسمان بسیار خوب، آب و بارانی گپا بود، خوب ابر است، خوب مثلا زمین خوب و حاصل خیز است. فکفرت، لکن این مردم که نعمتهای الله بالایشان میامد خود از اینا کافر شدن به انعم الله، به نعمتهای الله. وقتی که کافر شدن به نعمتهای الله، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، باز الله متعال میگه بر از اینا چشاند لباس الجوع، یعنی پوشش گرسنگی. تو اینا را در فقر و در هلاکت. یعنی اساس اقتصاد اسلام چی هست؟ از شما کس پرسان میکنه اساس اقتصاد اسلام چی است؟ شما میگین در اقتصاد اسلام اساسش ایمان است. اگر کس ایمان داشته باشه و تقوا داشته باشه، کل نعمتهای الله بر از اینا دروازه‌اش باز میشه. و اگر کفر شد، دروازه های رحمت الله، آب رحمت الله هست، زمین رحمت الله هست، این زراعت ها کلش، نباتات و گیاه ها و یا کلش رحمت الله هست، کل دروازه با سر از اینا خشک میشه. پس اساس اقتصاد اسلام چی است؟ ایمان است. الله متعال میگه که این قریه در امن بود، مطمئن بود، رزقش بسیار رغدن فراخ می آمد، من کل مکان، از هر جهت بر از اینا آسانی ها و آسایش اقتصادی بود. مشکلشان چی شد؟ فکفرت بانعم الله، اینا کافر شدن به نعمت های الله، ناسپاسی کردن نعمت های الله را. دو زمینه که باید اینا عبادت الله را میکردن، دو زمین رقص کردن، زنا کردن، گناه کردن، مثلا غیبت کردن، بدبختی کردن. دو زمینی که باید شریعت الله را تطبیق میکردن، حکم طاغوت تطبیق کردن. اینجا الله متعال میگه فاذاقها الله، باز اینا را چشاند الله. چی را چشاندشان؟ لباس الجوع والخوف. بیمانی دو دستاورد داره. چی هست؟ یکی ضعف اقتصاد، دوم ضعف امنیت. این آیت قرآن میره میگه هر کسی که بی ایمان شد دو عذاب برش میایه. این دو عذاب که آمد سر تجدید کو، سر ایمانت، سر عقیدت. حتما مشکل اعتقادی داری، حتما ضعف اعتقادی داری، حتما گناهکار هستی، توبه بکن، رجوع بکن. الله متعال میگه این لباس الجوع والخوف چی معنی؟ لباس الجوع مشکلات اقتصادی، والخوف و مشکل چی؟ امنیتی. کلگی میترسه، هیچ کس نه شب آرام است، نه روز آرام است، نه در شهر آرام است، نه در اطراف آرام است، نه در موتر تاکسی آرام است. از هر طرف ببینی که اختطاف است، قتل است، کشتن است، بمباردمان است، زدن است، کشتن است. این چی هست؟ بما کانوا یصنعون. الله متعال میگه علتش چی هست؟ به سبب از اینکه خود از اینا این فعل انجام دادن. پس اگر شما میخواین که در امن باشین و اقتصاد خوب داشته باشین، شما در ایمانتان و اعمالتان تجدید نظر بکنین. ولقد و یقینا که جاءهم رسول منهم، یقینا که آمد پیششان رسول، پیغمبر، منهم از خودشان، فکذبوه، ایره تکذیب کردن، فاخذهم العذاب، باز اینا را عذاب گرفت. با وجود از اینکه اینا اشتباه کردن، غلطی کردن، الله متعال به اساس رحمت خود بر از اینا چی فرستاد؟ پیغمبرها را فرستاد که شما برین. و یا پیغمبر اگر نبود، نائبین پیغمبر بود. اگر نائبین پیغمبر نبود، مثل ما واره چپراسی های پیغمبر بود. حداقل ما مثلا چپراسی های پیغمبرها هستیم. ما هم آمدیم برای مردم وقتی که برشان دین برشان گفته میشن، باز میخیزن، تکبر میکنن، غرور میکنن، افترا میکنن. این الله متعال میگه ولقد یقینا که جاءهم، آمد برشان. الله میگه ما عادل هستم، ذات عادل هستم، یک کسی را در جهل نمیگیرم، دروازه های علم، دانش، فهم، عقل کلش برشان باز میگذارم. قرآن برشان فرستادیم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، کلش در خدمت از اینا هست. الله متعال میگه فکذبوه، باز چی کردن؟ این تکذیب کردن. ما قرآن قبول نداریم،
ما صحیح بخاری را قبول نداریم، ما صحیح مسلم را قبول نداریم، ما پیغمبر را قبول نداریم، اگر قرآن خواندی تو غلط هستی، اگر تو سنت خواندی غلط هستی. الله متعال میگه فکذبوه، وقتی که اینا پیغمبران الله را تکذیب کردن، فاخذهم العذاب، امو قسم که اونا را عذاب گرفت، پیغمبران را تکذیب کردن، اگر شما هم قرآن و سنت تکذیب کنین سرتان عذاب الله نازل میشه. و هم ظالمون، در حالی که خود از اینا چی بودن؟ ظالم بودن. ظلم چند قسم است؟ یکی ظلم هست که یک کس ظلم بالای نفس خود میکنه. ظلم بالای نفس خود چی است؟ با شرک و گناه سر خود ظلم میکنه. ظلم دیگه چی است؟ حتی سر پیغمبر ظلم میکنن. ظلم سر پیغمبر چی است؟ بدعت ها را میارن، باز میگه این کار پیغمبر کرده. ساز میزنه، رقص میکنه، باز نامش رقص اسلامی میمانه. وقتی که نامش رقص اسلامی مانده چی مانه؟ یعنی تهمت کردی که وقتی که مربوط به اسلام شد، یعنی که پیغمبرم العیاذ بالله و صحابه هم میرقصیدن. موسیقی میزنه، باز میگن این ساز کس، میگه موسیقی اسلامی. این تهمت از بالای الله و رسولش. وقتی که گفتی موسیقی اسلامی، به این معنی که العیاذ بالله پیغمبر و صحابه اینا هم ساز دول میزدن. کفر است. دموکراسی اسلامی چی معنی؟ یعنی دموکراسی یعنی آزادی زنا، آزادی کفر، آزادی بیان، دشت نام دادن پیغمبر. وقتی که این نامش دموکراسی اسلامی ماندی، معنی چی است؟ که یعنی پیغمبر و صحابه هم این بدی ها را چی میکردن؟ تایید میکردن. بعضی گپاس مردم نمیفهمن. احتیاط کنین، پشت هر چتلی نام اسلام چی نکنین؟ نصب نکنین. اگر زنا ولو کردیم بگوی زنا هست، حرام است، گناه است. اگر شراب خورد نگوی که شراب است، یا میگه نه بیا امیر یک چیزا که اسلامی در پشتش چی کنیم؟ نشته کنیم. باز مردم عوام الناس بیچاره در پشت از اینا میرن. این الله متعال میگه که و هم ظالمون، اینا ظالم بودن، ظلم بالای خود هم میکردن، حتی سر پیغمبر و سر صحابه ظلم میکنن، افترا میکنن، تهمت میکنن، برای مردم چهره پیغمبر بسیار خراب معرفی میکنن. وقتی که بگوی موسیقی اسلامی، مردم یک دفعه فکر میکنن اوه خیلی البته در دین از یا میگه، پس البته پیغمبرشون هم این کارا میکنن، البته اصحاب پیغمبرش هم این کارا میکنن. و این ظلم بسیار بزرگ است. فکلوا، ای مسلمان ها، الله متعال میگه شما که مسلمان های حقیقی هستین، بخورید مما رزقکم الله، از آن چی که الله متعال شما را رزق داده، حلال باشه و طیب و پاک باشه. رزق حلال بخورین. حلال چه قسم؟ که الله متعال باید گفته گوشت گوسفند حلال است، گوشت گاو حلال است، گوشت مثلا پرنده ها که حلال است برتان معلوم است. ایره بخورین، طیب پاک باشه، در وقتی که ذبح شده باشه، ذبح شرعی شده باشه، الله اکبر گفته شده باشه. ات نشه که هر چیز دیگه آمد خورده برین. وشکرو، و شکر بکنین نعمت الله، نعمت های الله را، این کنتم ایاه تعبدون، اگر شما حقیقتا الله را عبادت میکنین. الله متعال بعضی از خوراک ها را میگه که انما یقین داشته باشین که حرم الله متعال حرام کرده علیکم بالای شما المیتت، حیوان مرداره. حالا مثلا بسیاری گوشت های یخزدگی که از خارج میایه، شما برین پرسان کنین بگو امی گوشت یخزدگی که شما آوردین، امی مرغایی که در پشتش نشست برازیل فلانی جای، آیا کسی برازیل رفته؟ اگر گفته ها رفتیم، من مسلمان هستم، شهادت میتم، من خودم رفتیم و قصاب مسلمانی را ذبح کرده، سیست. اما وقتی که ما از پیشان پرسان کردیم، ما گفت که اینجا برادر دموکراسی، کشور دموکراسی، ما را کت برق میکشیم. الله میگه انما حرم علیکم المیته، حرام کرده بالای شما حیوانی که مردار شده باشه، میته باشه. الله اکبر سرش گفته نشده باشه، خودش مردار شده، توسط کربن دی اکساید کشته شده، توسط برق کشته شده، توسط تفنگچای برقکی تو دکلی حیوان میمونه، میزنه، حیوان قرص مفته، باز رو میره پوست میکنن، باز داخل کلیش میبرن، داخل میبرن. شما حداقل علم دارین، دانش دارین، اینترنت هست، ببینین همین کلمه ذبح یا کشتن حیوانات در خارج به انگلیسی نوشته کنین، باز براتون میگه که چه قسم گاو میکشن، چه قسم مرغ میکشن، چه قسم کت برق میکشن. الله میگه حرام است بالای شما میته. در هر هتل که رفتی متگر آسان خورده میری بدون پرسان و بدون سنجش، بدون هم چیز نکوی کارن. همچنان حرام است بالای شما خون، دم. کدام خون؟ خونی که مثلا از گردن حیوان ریخته باشه، اما خونی که در جگر می باشه یا تا چیز این نیست، این خون جاری هست. دیگه چی حرام است؟ و لحم الخنزیر، و گوشت خوک. عمل بسیاری هست، بسکیتا هست او چربوی خوک می باشه. تا اونجا نشته کده پورک یا گوشتش از مازنونجا که هست
کافرها یک عادت دارن، فکرتان باشه همین بسکیت های قیمتی را که میخرین، بعضی کیک های قیمتی که از فرانسه و از خارج از اینجا بازه چی نشه میکنن؟ برای چربوی خوک کلایدن نام است، برای گوشت خوک کلایدن نام است، برای ران خوک کلایدن نام است، کلان خوک کلایدن نام دارم، نر خوک کلایدن نام دارم، ماده خوک کلایدن دارن. اینی کلمات شما انگلیسی را که میخواین یک دیکشنری کتان بگیرین، باز اونجا وقتی که پیشان بری باز برش بگی که دی گوشت خوک است، میگن نه گوشت خوک نیست، there is another thing، باز بهش میگه another چیز، میگه چربوی خوک است دی. مثل که یک کسی بیاد بگه ببخشید همین شوربایی که پخته کردین از گوشت خر است، بگه نه از خر نیست، یه از کره است. خب پس هم خر شد دیگه، خود چی خر چی خر؟ این فکرتان باشه، بسیاری وقتا این چیزا هست. بعضی اوقات در پشت گوشت خوک در قوطیگکش باز نوشته میکنن حلال، باز یگان تا را ببینی این در پشتش حلال نشست، خود پشت قوطی گوشت خوک، کانسرو خوک. ها یک وقت در فروشگاه دیدم از این بگرام چیزا را میوردن، سر کراچی ها میماندن. یک نفر از حالا اصلا مزه میجا میخرم خوب ارزان بای است. من رفتم گفتم باش سیل کنم، ولی پشت قوطی را میخوانم که کلش قوطی های گوشت خوک. این دیگه تیار ارزان گفت 20 روپیه 30 روپیه 50 روپیه از بگرام میوردن نان اضافی آمریکایی ها. بعضی ها مردم میخرن خوب زدم میره ارزان گفته. احتیاط کنین. ولحم الخنزیر گوشت خوک حرام است، چربوی خوک حرام است، پوست خوک حرام است، ران گوشت رانش حرام است. امی همبرگر چی معنی همبرگر؟ هم چی رو میگن؟ خوک میگفتن. همبرگر یعنی برگر خوک. حالا ما شما باید همیشه وسو کنیم دیگه، اگر استفاده میکنیم بگه که گوسفند برگر تغییر بدین. و ما اهل لغیر الله به، همچنان بعضی غذاهای دیگه را نخورین، گوشت‌هایی را که اهل صدا شده باشه لغیر الله به، بغیر از نام الله. بعضی گوسفند هاست مردم میکشن به نام بت‌ها. این گوسفند چطور کشتن به نام هوبل، یا هوبل گردنش میزن، یا لات. مثلا اون دوا میکشن مثلا به نام چی؟ بگوان کی نام می این بازی روان میکنه به افغانستان، بخورین گوشت بسیار خوب این دیست. یا مثلا بعضی گوشت های دیگه هست به نام قبرها، به نام قبر فلانی صاحبی را کشتیم و ما احل به، به نام مخلوق که کشته شد، این باید نخوریم. خب ایناله فمن اضطر، پس اگر کسی مضطر شد، مضطر چی را میگه؟ در حالت اضطراری، در حالت مجبوریت قرار گرفت، غیر باغ، در حالی که این شخص بغاوتکار نیست. چی معنی بغاوتکار؟ یعنی بغاوت ایره میگن که نافرمان نیست، نمیخواد گوشت حرام بخوره، نمیخواد که گوشت خوک بخوره، نمیخواد گوشت حیوانات درنده را بخوره، گوشت پلنگ بخوره، گوشت مثلا شیر بخوره، گوشت روبا را بخوره، گوشت حیوانات درنده را نمیخواد بخوره، لکن در یک جای مجبور میشه دیگه گوشت نیست غیر از گوشت گرگ. اونجا یک دانه گرگ گیر میکنن، نمیگه این باقی نیست، در حالت نرمال نمیخوره، لکن وقتی که مجبور شد در حالت مجبوریت که نافرمان نیست، ولا عادن، تجاوزکار هم نیست. تجاوزکار چی است؟ که تو مجبور شدی یک ران گرگ برات آوردن و تو از گشنگی نزدیک از بموریم، نمیخوای رو بخوری، چون حالت مخمسه هست، اضطراری هست، شریعت تو اجازه میده که از این گوشت همه قدر بخور که تو از مرگ و مردن خطا شوی. این تو نافرمان نیستی، میگی پروردگار آخه من مجبور هستم از گشنگی میمرم، بیار یک توتگک میخورم. باز خیعات چی میشه؟ تجاوز، که تو باز بگی دیگه حالا دیگه که شروع کردم، تو بیار یک دو سه دانه راه نشه دیگه، اما تو خوب سیر هستی، میگی خوب خودش کم سیر. نه، میگه نه، بغاوت و نافرمانی بکو و نه از حد تجاوز بکو. در این صورت اگر کس میخوره فإن الله غفور رحیم، پس یقین داشته باشین که الله غفور و رحیم است. دیگه شریعت الله یک حکم دیگر برای مسلمان ها میگه که این مسلمان ها شما خودم مفتی جور نکنین. اکثرا همین جوانای ما و شما عیبی بزرگ کسایی که الله او را هدایت میکنه، یک چند روز درس حدیث شیشت، یک چند روز درس تفسیر شیشت، باز این عوضی که دعوتگر شود، باید انسان وقتی که دین یاد گرفت تقوا حاصل بکنه، خدا اول اصلاح بکنه، کل کلکای خود طرف خود بگیره. من ملامت هستم، من گناهگار هستم، من اشتباه کردیم. و آل اگر میخواد که خدا اصلاح کرد، الحمدلله عقیدیم خوب شد، الحمدلله نمازم صحیح شد، الحمدلله قرآنم میفهم، الحمدلله سنتم میفهم، دوم مرحله چی هست؟ که تو داعی شوی. عیب جوانا چی هست؟ خدا مفتی جور میکنن، خدا قاضی میسازن. الله متعال امیر میگه که شما خدا مفتی نسازین، ولا تقولوا، و مگوید لما به آنچه که تصف السنتکم، که وصف میکند زبانهای شما، الکذب، به دروغ، هذا حلال و هذا حرام،
تحقیق نکردین، نه فقه القرآن هم میفهمین. 3 فقه، وقتی که شما یک چیز میگین اینی حلال است یا حرام، باید 3 فقه داشته باشی. فقه القرآن که از قرآن بفهمی که قرآن چی میگه. فقه السنه ایره باید بفهمی که ایره چی میگه. سوم اجتهادات فقهای اسلام، صحیح شد نه؟ چهارمیش فقه الواقع، بفهمی که همین در واقعیت جهان ما چه قسم است. بعضی کسا مثلا نمیفهمه، از دل خود این حلال است این حرام است. الله متعال میگه این کارا را نکنین، این مشرک است این غیر مشرک است، این کافر است این مرتد است، نکنین. از زبان خود وقتی که نمیفهمین زبانتان در دروغ حرکت نتین. چرا وقتی که حلال و حرام میگی تو به نیابت از الله گپ میزنی. حالا اگه تو بگی اینی حرام است و الله ای را حلال کرده باشه و کسی که حلال الله را حرام میگه این کافر میشه. و اگر گلاس شراب باشه تو ای را میگی این حلال است و در حالی که او حرام است. بسیاری نوشابه هست، یگان تا را پرسان کنی بگه همین نوشابه را بخورم، میگه بخو. پس آن که سائل کنی بگه تو به اساس چی گفتی که همین نوشابه را بخو؟ نه صاحب یا کلشون بخورین، این نرجس این فلان است، این هوا جو است. او خانه پر پلاو در اونجا نشته است که 3% چی نشته کرده؟ الکل. تو چرا از دل خود آمدی میگی نامش نمیفهمی؟ اونجا خودش تیارنده بود، خطکای میده نشته کرده که اینی چیز است، اینی گوشت خوکی کار شده، گوشت سگ کار شده، گوشت حیوان کار شده، الکلی قدر کار شده. نخو احتیاط کن. تو چرا این حلال؟ الله متعال میگه بسیار در قسمت فتوا احتیاط کنین. ولا تقولوا و نگوین لما به آنچه که تصف السنتکم وصف یا بیان میکنه زبانهای شما، الکذب به دروغ، هذا حلال ای حلال است و هذا حرام ای حرام است. چرا اگر این کار کس کرد ای چی گناه داره؟ میگه لتفتروا علی الله الکذب، شما افترا میکنین بر الله دروغ، تهمت میکنین سر الله. چقدر خطرناک است. نباید این کارو بکنید. بسیار احتیاط بکنید. صحابه می قسم عادت داشتن. وقتی که یک نفر میامد از پیش پرسان میکرد از ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگفت که از مکه عمر فاروق خوب عالم است، برین پیش از او. وقتی که از عمر فاروق پرسان میکرد او میگفت از مکه عبدالله ابن عباس خوب عالم است. عبدالله ابن عباس میگفت از مکه ابن مسعود خوب عالم است. زود در یک مسئله فتوا نمیدادن. و حتی وقتی از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فتوا نمیداد، آرام می بود. خانمی میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله میگه یا رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا اسلام از حق زن دفاع نکرده؟ میگه بله دفاع کرده. آیا اسلام برای زن حق میراث نداده؟ بله داده. آیا اسلام برای زن شخصیتش ایمانش کلش تایید نکرده؟ بله کرده. آیا اسلام زن اینقدر مقام عالی در جامعه نداده؟ بله داده. پس اینجا شوهر من مرا زهار کرده و مرا گفته که تو بالای من مثل مادرم هستی. رسول الله صلی الله علیه و آله چپ شیشه ورش میگه برای من تا بال کدام حکم نامده. تا ای که چی میگه؟ آیت قرآن میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سپاره 28 ما بخونین. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. الله میگه گپ خودت و گپی خانم شنید. بعد از حکم الله بیان میکنه. سیکو رسول الله صلی الله علیه و آله ادب داشت تا که بالاش وحی نمیامد چیز نمیگفت. اما ما و شما چی عادت داریم؟ متاسفانه این میگه حلال است این حرام است، علمش هم نداره، فقط یک کتاب دو کتاب خوانده باز میخسه وقت خدا مفتی میسازن. این کافر است، این مشرک است، این مرتد است، این مسلمان است، این بسیار خوب آدم است، این را درست است، این را غلط است. نه برادر عزیز، اول خوب تحقیق بکن ببین این چیزی را که تو خوب میگی الله او را خوب گفته یا نگفته. الله صفتش چی هست؟ الله ذاتی است که او ارزش ها را تعیین میکنه. حلال الله تعیین میکنه، حرام الله تعیین کرده، خوب الله تعیین کرده، خراب الله تعیین کرده، حق الله تعیین کرده، باطل الله تعیین کرده. این تو که میگی این حق است، این حقوق انسان است و او الله حق نگفته باشه، این تو افترا بالای الله کردی. این میگه که ولا تقولوا نگوین ای مردم لما تصفوا با آنچه که وصف میکند السنتکم زبانهای شما الکذب به دروغ، هذا حلال ای حلال است و هذا حرام است. به دروغ میگین حرام است، حکمش نمیفهمین، قرآن نمیفهمی، سنت نمیفهمی، اجتهادات علما را درست مطالعه نکردی که علما در این باره مجتهدین بزرگ اسلام درباره از این چیز چی گفته، حلال گفته یا حرام گفته. شما لطفاً این یک دفعه خوب بخوانین. اگر شما این گپ نگوین لتفتروا علی الله الکذب، باز شما افترا میکنین بالای الله، تهمت میکنین الکذب به دروغ. حکمش چی است؟ ان الذين الله میگه اگر کسی این کار میکنه تهمت بالای الله کرد،
نتیجه تهمت برای الله چی است؟ الله متعال میگه که ان الذين یقینا کسانی که یفترون علی الله الكذب تهمت میکنن بالای الله لا یفلحون کامیاب نمیشن. انسان هایی که تهمت بالای الله میکنن، بدعتکارا در این 100% داخل هستن. بدعتکارا را ببینی بسیاری بدعت ها را میارن باز میگه این در دین است. در دینی است پدر کلان ما فوت کرد، در دین است که بیاین خانه مرا چور کنین کلتان. همین شما شاگردای هستین. خبر شدن که پدر کلان استاد دایی فوت کرد، نه چه وقت از جنازهش 2 بجه شما دیگه راه سر زمین درس 11 بجه بیاین خانه ما 300 نفر چیزی که در خانه ما چور کنین بخورین. اسلام همین براتون میگه. باز میگن اینا روز اول ما کجا ما خیرات کردیم؟ شما به زور سر ما چی کردین؟ خب ما مجبور میشیم کلتان در خانه ما شیشین، باز ما مجبور میشیم دیگ پخته کنیم. خب شما خانه ما را چور کردین. اسلام است. روز 2 در خانه ما 10,000 روپیه منخته ندارم. روز 2 کلتان آمدن 300 نفر دیگه باز چی گپ است؟ روز 2ش است. باز کلتان 11:30 بجه این آجی صاحب آمدن. این دیگه صاحب ساعت 15 کم 12 آمد. و دیگه 12 فکس خود رساند. 12:30 رساند. در اسلام است روز 2. باز ما مجبور شدم ببینم که الله صاحب 300 مهمان است، برو اونجا قرض بکنم، بیارین بیادر یک 5000 قرض، بتی بیادر یک 10,000 قرض. چی گپ است؟ پدرم مرده حالا خانه ما چور میکنن. این اسلام است. روز 3 باز صاحب چی گپ است؟ امروز باز چی گپ است؟ نه صاحب باز لشکر رسید. خب باز چی گپ است که آمدین؟ خب دیروز خلاص شد، دیروز هم خوردین. نه امروز روز 3 است. با صاحب کت زن و کت اشتکای خود صاحب محترم استاد شده میره. چی گپ است؟ والا خانه استاد میریم. امروز 5000 نفر تکت تکیم کردیم. باز میگم الله یارو هلاک بکنن. این کی تعزیت است؟ خود چور است. شنبه مرده بود، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه زدن، حالا پنج شنبه باز چی آمدن؟ باز چی گپ شد؟ والا صاحب شب جمعگی آمدیم. این الله پاک هلاکتان کنه. در کجای قرآن است؟ در کجای سنت است؟ مرا شما هلاک کردین. باز در جمعه دیگه باز علا استاد روز 40 باز 2000 نفر دیگه. یک وقت صاحب 40 پدر کلانم تیر شد، استاد دایم خلاص است دیگه. 6 سال دیگه من قرضدار هستم دیگه. بعد از اون تق 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 مر پیسه قرض من. همین اسلام است. افتراء علی الله الكذب است. الله متعال میگه که لتفتروا علی الله الكذب، شما سر الله تهمت میکنین. در دین الله این نیست. در دین الله ای است که شما 300 نفر شاگرد چی کنین؟ فهمیدید؟ من مثال سر خود میارم خب که سر کس بر نخوره. که خبر شدن که پدر کلان استاد دایی فوت کرده، کلتان برین یکیتان یک خوراک کباب بیارین، یکیتان کچالو بیارین، یکیتان بیارین. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته، رسول الله صلی الله علیه و آله قسم گفته، گفت اصنعوا لآل جعفر طعاما. وقتی که جعفر رضی الله عنه به شهادت رسید، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت شما برین برای خانواده جعفر شما طعام جور کنین، بیاید در خانهش بارین، خودتان پس برین. اتونه که تو هم بیای بشینی بخوری. گوگا که بیار کبابای که اونجا بان پیش روی زبان که ما بخوریم که غمدار هستیم، پس بر. اگه تو دین کار داری، اگه نه که نمیاری خانه تابات، نه بیار نه چورکو هیچ. اما این قسم که با 300 نفر 400 نفر میری بازورم به نام اسلام تمام میکنی، باز الله متعال میگه که ان الذين يفترون على الله الكذب، کسانی که بالای الله تهمت میکنن که خودشان به مزاج خود کار میکنن، خودش شب جمعگی را خوش دارن، 2 پیازه را خوش دارن، باز میگه این در دین است. باز این میگه الله متعال میگه لا یفلحون، این مردم کامیاب نمیشن. این آیت قرآن میگه متاع قلیل، این دنیا کس یک متاع بسیار کم است، ولهم عذاب علیم. الله متعال میگه بخورین چند روز، بخورین چند روز 2 پیازه بخورین، بخورین چند روز قابلی پلو بخورین، بخورین مال یتیم بخورین به نام خیرات و صدقه، بخورین چور کنین خانه یتیم تراره، ولهم عذاب علیم. الله میگه باز بر از اون عذاب دردناک است.